سلام بچه های افسانه دوست و زیبای من. و اینک باز شنیدن افسانه های من فرا رسید. پیش از آغاز افسانه در اجرای خواننده مکتب رقم 22 شهر سمرقند شعر شنوید. بر لعل شما خنده فیروز مبارک، بر نرگستان عکسی دل افروز مبارک. عالم همه آدم شد و عالم همه ممنون، بر چهره‌تان عکسی دل افروز مبارک. آفرین بچه های عزیز و افسانه دوستی من امروز برای شمایان افسانه نیکی و بدی رو تیار نمودم. مرحمت گوش بدهید. در زمانهای خیلی قدیم در یک دهه مردی سخاوتمند و سخاوت پیشه زندگی میکرد. این مرد به اهل دهه یاری کلان میرسانید. هر ماه برای آنها توی تماشاها نشان میداد، به ضیافتها تکلیف میکرد. اهل دهه از این مرد خیلی خرسند بودند و او را خیلی حرمت میکردند. اما در دهه باز یک مرد بدکار بدکردار بود که از پشت این مرد نیک اغواگری میکرد، سخنهای بد میگفت و به او حسد میبرد. با وجود این مرد سخاوتمند به توی تماشا و ضیافتهایی که در خانهاش میداد آن مرد بدکردار را نیز تکلیف میکرد. آدمان از این کردار مرد نیک در حیرت بودند و به او میگفتند که برای چی تو این مرد را به خانه تکلیف میکنی؟ آخر وی از پشت تو بدگویی ها میکند. مرد سخاوتمند آرامانه گفت میدانم که او از پشت من بدگویی ها میکند، ولی من به امید آن که روز وی از این کردارش شرم داشته از این راه بد میگردد او را به خانه ام جیغ میزنم و به بدی های او با نیکی جواب میدهم. انا بچه های عزیز دیدید، به آدمی که برای تو بدی میکند البته نیکی کن تا وی از کرده خود پشیمان شده از این راهش برگردد. با همین بچه های عزیز افسانه امروزه من به آخر رسید. به همه شمایان خواب شیرین تمنا دارم و تا شامگاهان دیگر خیر میگویم.